با عرض سلام به مهمترین های روز با من مارینا احمدیار از ملال نیوز خوش آمدید. در ادامه واکنش مقام‌های طالبان به اظهارات اخیر مقام‌های پاکستانی، ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی افغانستان روز سه‌شنبه 13 جدی در اعلامیه گفته است که این گروه از اظهارات نادرست مقام‌های حکومت پاکستان در قبال افغانستان متاسف است. سخنگوی امارت اسلامی افغانستان از دولتمردان پاکستانی خواسته است که از اظهارات نادرست و بی‌اساس اجتناب کنند. مقام‌های پاکستانی امارت اسلامی را متهم کردند که به اعضای تحریک طالبان پاکستان پناه داده است و آنها از خاک افغانستان حمله‌هایی را در پاکستان راه اندازی می‌کنند. خواجه محمد آصف وزیر دفاع پاکستان گفته است که برخلاف توافقی که با امارت اسلامی انجام شده است، از خاک افغانستان در برابر پاکستان استفاده می‌شود. بازداشت 2 تن از جعلکاران در حوزه سوم کابل. وزارت داخله میگوید که این جعلکاران در بدل پول به مردم نگاه خط آماده میکردند که بعد از تعقیب ارگانهای کشفی بالفعل دستگیر گردیدند. به گفته وزارت داخله دوسیه‌های مجرمان بعد از تحقیقات به ارگانهای عدلی سپرده خواهد شد. مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت لوگر از کشف یک ساحه باستانی جدید در مرکز این ولایت خبر می‌دهند. رفیع الله صمیم رئیس اطلاعات و فرهنگ لوگر می‌گوید که این ساحه باستانی در منطقه سپیز مرکز این ولایت در نتیجه بررسی تحقیقات باستانشناسان این وزارت شناسایی شده است. در حادثه ترافیکی در کندهار 3 تن جان باخته و 13 تن دیگر زخم برداشتند. مولوی ملا محمد حقمل مسئول مطبوعاتی ولسوالی سپین بولدک با تایید این رویداد میگوید که این رویداد حوالی ساعت 7:30 شب در راه سپین بولدک کندهار رخ داده است. اردوی اوکراین میگوید که در 24 ساعت گذشته اردوی روسیه به حملات خود بر اهداف عمدتاً ملکی در این کشور ادامه داده است. بر اساس اعلامیه اردوی اوکراین، نیروهای روسی در 24 ساعت گذشته 6 حمله راکتی، 52 حمله هوایی و 77 حمله توسط سیستم‌های راکتی را انجام دادند. به گفته دفتر لوید ریستیز نیروهای مسلح اوکراین، هر 6 حمله راکتی و 30 حمله هوایی روسیه زیربناهای ملکی این کشور را هدف قرار دادند. این بود مهمترین رویدادهای روز. سپاس از اینکه با ما بودید. برای آگاهی از تازه‌ترین و مهمترین رویدادها، ملال نیوز را دنبال کنید.